من جلی هستم. امروز میخوایم با هم راجع به سیاره مریخ حرف بزنیم. یادتون نره که حتما کانال من رو دنبال کنین و اگه لایک و کامنت هم که بذارین که دیگه عالیه. مریخ چهارمین سیاره در منظومه شمسیه و معمولا به عنوان سیاره سرخ میشناسنش. قرمزی سطح این سیاره به خاطر اکسید آهن یا همون زنگ آهنیه که تو خاک این سیاره وجود داره. مریخ اتمسفر نازکی داره که حدود 95% از دی اکسید کربن تشکیل شده، ولی اونقدر هم نازک نیست و اتمسفر این سیاره باعث به وجود اومدن اثر گلخونه‌ای روی این سیاره میشه که به گرم کردن سیاره کمک میکنه. وجود آب رو مریخ تایید شده که روی قطب‌های این سیاره و بعضی‌هاش هم زیر سطح این سیاره مدفونه. البته آب که میگم منظورم آب یخزده است، وگرنه این سیاره اونقدر گرم نیست که بتونه آب رو به شکل مایع در خودش نگه داره. مریخ سالها پیش، شاید میلیاردها سال پیش، دارای اتمسفری به شدت غلیظ‌تر بوده و آب‌های این سیاره به شکل چشمه‌هایی رو سطح این سیاره جاری بودن و همین الان اثرات این رودخونه‌ها رو روی سیاره میشه دید. بزرگترین دره این سیاره به حدود 4000 کیلومتر طول داره و این دره به خاطر حرکت صفحات مریخ و وجود رودخونه‌های خیلی قدیمی به وجود اومده بوده. روی مریخ کوهی وجود داره به اسم اولیمپوس که بزرگترین کوه و آتشفشان در کل منظومه شمسیه. این کوه اولیمپوس انقدر بلنده که ارتفاعش تقریبا 3 برابر قله اورسته که بلندترین کوه روی کره زمینه. به دلیل اتمسفر نازکی که مریخ داره، تفاوت دمای شب و روز این سیاره خیلی زیاده و تو شبها دمای این سیاره به منهای 80 درجه سلسیوس و در روزها به 20 درجه سلسیوس میرسه. یکی از نکات جالب راجع به مریخ اینه که این سیاره 2 ماه داره به اسم فوبوس و دمیوس، ولی قیافه این ماه‌ها یه خورده عجیب غریب بوده. برای همین تئوری به وجود اومده که این 2 ماه 2 شهاب سنگ بودن که توی جاذبه مریخ گیر افتادن و دیگه نتونستن خارج بشن. توجه خیلی زیاد به این سیاره تو سالهای اخیر به خاطر اینکه این سیاره خیلی شبیه به زمینه، با مطالعه این سیاره ما میتونیم به تاریخ سیاره خودمون و حتی شاید یک گزینه برای ایجاد یک کلونی روی یک سیاره دیگه هم استفاده کنیم. امیدوارم که امروز کلی چیزای باحال یاد گرفته باشید. خدا نگهدار.